see blood at? On the pillows and the cups and on the bed. Then I started crying, but I tried to call 911. Ran here You as ran? fast as I could. این پسر دامن هافمن 4 ساله است. تنها 1 ساعت قبل از اینکه این مصاحبه پلیس ضبط بشه، اون با پدر بزرگ و مادر بزرگش توی منطقه روستایی تو اوهایو زندگی آرومی داشت. دامن از بعد به تولد با اونا بزرگ شده بود. اما تو 27 مارس سال 2003 همه چی تغییر کرد. وقتی دامن تنها و غرق در خون جلوی در مهد کودکش ظاهر شد. How'd he get to the daycare? How old is he? He's 4. He's 4 years old. He walked there? Yes, he did. He said his grandparents are military. Okay. And they have blood all over them. هیچ کس نمیدونست باید از اون حرفا چه برداشتی کنن تا اینکه پلیسا سراغ پدر بزرگ و مادر بزرگش رفتن. هر دوی اونا تو تخت خوابشون به ضرب گلوله کشته شده بودن. بدون هیچ مظنون و هیچ انگیزه واضحی این قتل تو اوهایو شاید برای همیشه معما باقی میمون. البته اگه پسر باهوش 4 ساله‌ای که وانمود کرد خوابه نبود. اون تبدیل به تنها شاهد زنده این پرونده شد. اون چیزی دید که نباید میدید. چیزی که میتونست پرونده رو حل کنه. اما ممکن بود به قیمت جونش تموم بشه. سال 2003 توی منطقه روستایی آروم به اسم برادفورد تو اوهایو، دامن 4 ساله با پدر بزرگ و مادر بزرگش جک و لیدا مایرز همراه مادرش امبر تو مزرعه‌ای به وسعت 400 هکتار زندگی میکردن. امبر اواخر سال 1998 وقتی دامن رو به دنیا آورد فقط یه نوجوان بود. جک و لیندا که هنوز سر پا بودن خونه‌شون رو به روی امبر و پسرش باز کردن. به اونا جایی برای موندن دادن و کمک کردن که دامن رو مثل فرزند خودشون بزرگ کنن. جک و لیندا وقتی تو دهه 50 زندگی بودن با هم ازدواج کردن. اونا خانواده‌شون رو با هم ادغام کرده بودن. اونا با هم یه پیتزا فروشی کوچیک رو اداره می‌کردن و خیلی زود به چهره‌های شناخته شده‌ای تو جامعه کوچیک اونجا تبدیل شده بودن. مزرعه اونا جایی بود که همه اعضای خانواده برای هر مناسبت مهمی جمع می‌شدن. اما تو 27 مارس 2003 اوضاع به شکل نگران کننده‌ای تغییر کرد. ساعت 9:15 صبح اپراتور 911 تو اوهایو تماس عجیبی دریافت کرد. پشت خط تلفن معلم مهد کودک با اضطراب توضیح میداد که یه پسر کوچیک تازه به مهد اومده. تنهاست، لباس خونه تنشه و تمام بدنش خونالوده. تنها دلیل برای دویدن دامن تا اونجا میتونست یه اتفاق وحشتناک باشه. افسرهای پلیس مستقیم به مزرعه مایرز رفتن و اما نمیدونستن قراره با چه چیزی روبرو بشن. هیچکی نمیدونست برای خانواده دامن چه اتفاقی افتاده. اپراتور پلیس از معلما خواست فوراً مهد رو تو حالت قرنطینه قرار بدن. Yeah, go ahead, lock your doors. Yeah, you don't want any of them kids outside. Oh my God. وقتی پلیسا به خونه رسیدن نمیدونستن با چه چیزی طرفن. اونا فقط بدترین حالت ممکن رو در نظر گرفتن. در جلویی خونه کاملا باز مونده بود. یکی از افسرها پرسید کسی اینجاست؟ اما هیچ جوابی نشنید. خونه کاملا ساکت بود. افسرها قدم به قدم از در وارد شدن. به آرومی از آشپزخونه گذشتن و بعد در اتاق خواب رو باز کردن. 2 جسد روی تخت بود، بی حرکت و پوشیده از خون. جک از دهن و بینی خونریزی داشت و یه گلوله به پشت سرش شلیک شده بود. لیندا هم از ناحیه صورت و دست هدف گلوله قرار گرفته بود. هر دوشون هنوز کمی گرم بودن. یعنی مدت زیادی از مرگشون نگذشته بود، احتمالاً فقط چند ساعت. تو مهد کودک دامن تحت مراقبت و نظارت پلیس قرار گرفت چون امنیت اون تو بالاترین اولویت بود. با توجه به اینکه قاتل هنوز دستگیر نشده بود و تحقیقات تازه شروع شده بود، همه مظنون به حساب می اومدن، حتی اعضای خانواده. تو همون حین مامورا به خونه امبر رفتن تا خبر اون چه که صبح اتفاق افتاده بود رو به اون بدن. خبر قتل‌های ناگهانی به شهر و مناطق اطراف دارک کانتی رسید و همه رو شوکه کرد. چنین چیزی هرگز اونجا اتفاق نیفتاده بود و مردم نگران و مضطرب بودن. تنها کسی که ممکن بود بدونه واقعا چه اتفاقی افتاده همون بچه 4 ساله بود، تنها شاهد زنده ماجرا. اما قبل از اینکه سراغ روایت دامن بریم، بررسی جزئیات صحنه جرم و مشاهدات مامورا اهمیت داره. اولش تصور میشد ماجرا یه دزدی ناموفقه، اما این فرضیه خیلی زود رد شد. تو بازبینی اولیه صحنه مامورا پول نقد، کیفا، کارت‌های اعتباری، دسته چک و پول نقد پیدا کردن. هیچ کشو یا کمدی باز نشده بود. پس دزدی انگیزه اصلی به نظر نمی رسید. اون چه که تو خونه مایرز اتفاق افتاده بود اقدام تصادفی لحظه‌ای نبود.
بلکه قتل دوگانه‌ای از پیش طراحی شده‌ای بود. یه چیز شخصی. تمرکز تحقیقات روی افرادی قرار گرفت که به جک و لیندا نزدیکتر بودن. با این حال هیچ کدوم از افراد نزدیک خانواده سرنخ خاصی ارائه نکردند. به جز جان، دوست قدیمی خانواده و همسایه صمیمی مایرز. اون باور داشت اطلاعاتی درباره پرونده داره که میتونه مفید باشه. جان اسم گرگ مایرز رو وارد تحقیقات کرد. Why don't we just start out with, you tell us what you know. Make a long story pretty much short. Well, Nathan used to start off go hunting all the time. Yeah, me and Greg Myers. گرگ یه فرد معمولی نبود. اون پسر جک از ازدواج اولش بود. اما برای کسایی که خانواده رو میشناختن تصور اینکه گرگ مظنون باشه سخت بود. این پسر 25 ساله فقط چند سال قبل ساقدوش پدرش تو مراسم ازدواجش با لیندا بود. اون یه پسر مؤدب، خوش برخورد و خانواده دوست بود که بیشتر دوران کودکیش رو تو همون مزرعه گذرانده بود. اون هیچ سابقه کیفری نداشت و در ظاهر هیچ شباهتی به یه مظنون نداشت. اما با وجود اینکه مظنون غیر محتملی به نظر می رسید، گرگ به اداره پلیس آورده شد تا مورد بازجویی قرار بگیره. وقتی گرگ وارد اتاق مصاحبه شد، به نظر می رسید ناراحت و آشفته است. بلافاصله سطل زباله خواست و گفت از صبح حالت تهوع داره. وقتی از اون پرسیدن صبح قتل پدر و مادریش کجا بوده، مدرک محکمی ارائه داد. اون تو محل کارش بود، تو فاصله 30 مایلی. برگه حضور در محل کارش رو به مامورا نشون داد. همچنین کفشایی که میپوشید 2 سایز بزرگتر از رد پایی بود که تو صحنه جرم پیدا شده بود. اون با مامورا همکاری کرد و تمایل زیادی برای کمک نشون داد. حتی خودش پیشنهاد داد تست دروغ‌سنج انجام بدن و اجازه داد پلیس خونش رو بازرسی کنه. تا اون لحظه هیچ مدرکی وجود نداشت که گرگ رو به قتل مرتبط کنه، اما هنوز روایت دامن پسر 4 ساله‌ای که روز قتل برای کمک دویده بود باقی مونده بود. How old are you, Damien? I turned 4 because I had my birthday already. Okay. I ran downstairs and I went in the bedroom and I was trying to wake them up. Were they just not laying there in bed, or where were they at? They was laying in bed melted. تو ساعت اولیه صبح روز 27 مارس 2003 دامن خودش از خواب بیدار شد. این اتفاق عادی نبود، چون معمولاً پدر بزرگ و مادر بزرگ ایشون رو بیدار می‌کردن تا آماده رفتن به مهد کودک بشه. تو 4 سالگی دامن حس کرده بود که اون صبح چیزی درست نیست. با این پله‌ها رفت تا سراغ پدر بزرگ و مادر بزرگش رو بگیره. صحنه‌ای که اون دیده بود چیزی بود که هیچ کودکی نباید هرگز ببینه یا حتی بتونه توصیفش کنه. برای دامن تراژدی پیش چشمش قابل درک نبود. فوراً از در جنوبی بیرون رفت و شروع کرد به دویدن. اون بیشتر از 1 مایل دوید تا به مهد برسه، جایی که فکر می‌کرد بتونه کمک پیدا کنه. پلیس تصمیم گرفت از یه روش متفاوت استفاده کنه تا دوباره از اون بازجویی بشه. اونا با خلاقیت یه ماکت کوچیک از خونه مزرعه ساختن و از عروسک‌ها استفاده کردن تا شاید دامن با کمک اونا راحت‌تر بتونه وقایع رو توضیح بده. وقتی دامن حرکاتش رو تو خونه ماکت شده نشون میداد، جزئیات جدیدی آشکار شد. اون گفت در حالی که تو اتاق خوابش خوابیده بود، قبل از اینکه پایین بره، یه غریبه وارد خونه شده بود. اون یه مرد ناشناس رو دیده بود، با لباس سبز شبیه یونیفرم که یه تفنگ شکاری تو دستش داشت. اون تقریباً روبرو با کسی قرار گرفته بود که چند دقیقه قبل پدر بزرگ و مادر بزرگش رو کشته بود. چند مایل دورتر از خونه، تو رودخونه استیل واتر، پلیس یه تفنگ ساچمه‌ای 12 تیر پیدا کرد. شماره سریال اون کاملاً ساییده شده بود تا نتونن مالک اون رو شناسایی کنن. با این حال این سلاح دقیقاً شبیه همون تفنگی بود که دامن تو شهادتش توصیف کرده بود. کارشناسای آزمایشگاه جنایی تونستن شماره سریال پاک شده رو بازیابی کنن. کارآگاه‌ها به بررسی روزنامه‌های محلی پرداختن که تو اون مردم سلاح‌هاشون رو برای فروش می‌ذاشتن. تو یکی از آگهی‌ها دقیقاً همون مدل سلاح رو پیدا کردن، همون نوعی که از رودخونه به دست اومده بود. تاریخ آگهی 25 مارس بود، دقیقاً 2 روز قبل از روز قتل. با این سرنخ پلیس میتونه صاحب اصلی اسلحه رو پیدا کنه. وقتی سراغ فروشنده رفتن، اون یه برگه از دفترچش در آورد که روی اون نوشته شده بود گرگ مایرز. این اسم کارگاه رو شوکه کرد. از همون شروع تحقیقات گرگ مظنون به نظر نمی رسید، چون یکی از اعضای نزدیک خانواده دامن و خود قربانیا بود. اما حالا اسم اون با سلاح قتل ارتباط مستقیم پیدا کرده بود. کارآگاه‌ها گذشته گرگ رو با دقت بررسی کردند تا شاید انگیزه‌ای پیدا کنن، تا اینکه یه چیز نگران کننده پیدا شد. گرگ تو محل کارش با مشکلات جدی مالی روبرو بود. خونه‌اش در حال مصادره توسط بانک بود.
اون پرداخت اقساط رو متوقف کرده بود چون میدونست به زودی خونش رو از دست میده و نمیدونست کجا باید بره. اما وقتی مامورا بیمه‌نامه‌ها رو بررسی کردن متوجه شدن اگر والدینش فوت میکردن مزرعه به اون به ارث میرسید. انگیزه قتل روشن شد. حالا گرگ مظنون اصلی قتل پدر و نومادریش بود. چند روز بعد از قتل گرگ دوباره برای بازجویی به اداره پلیس برده شد. Greg, I don't think you are. I really don't. Okay? I really think you know something about this, and I really think you have knowledge. You do. No. You do. No, I do not. I know you've asked people for a gun because you want to kill your dad. Okay? There's a 4-year-old boy that's seen this. Okay? You didn't hurt him. So you got some remorse. با این حال شواهد موجود علیه گرگ هنوز غیر مستقیم بود و اثبات قتل هم تو دادگاه کار سختی محسوب میشد. اما بعدش پلیس دوباره به همون رودخونه برگشت، جایی که تفنگ رو پیدا کرده بودن. این بار چیزی حتی وحشتناکتر کشف شد. یک کیسه زباله بسته شده که روی آب شناور بود. داخل کیسه یه لباس سبز رنگ دقیقاً مطابق با توصیف دامن پیدا شد. تو کیسه مدارک جرم بیشتری وجود داشت. دستکش‌های لاتکسی که اثر انگشت روی اونها متعلق به گرگ بود. فشنگ‌های ساچمه‌ای 12 تیر دقیقاً مثل اونایی که تو قتل استفاده شده بود. کفشایی که 2.5 سایز کوچکتر از پای گرگ بودن، اما کاملاً با رد پای صحنه جرم مطابقت داشتن. تو آوریل سال 2004 گرگ مایرز به جرم 2 فقره قتل عمد از نوع درجه 1 محاکمه شد. با وجود شواهد سنگین علیه اون، گرگ خودش رو بیگناه اعلام کرد. تمام اعضای خانواده تو دادگاه حضور داشتن. اونا شوکه و ناباور مردی رو می‌دیدن که زمانی عزیزشون بود و حالا تو جایگاه متهم به قتل نشسته بود. تو 27 آوریل 2004 پس از تنها چند ساعت شور، هیئت منصفه شهرستان دار گرگ مایرز رو تو 2 فقره قتل هم مجرم شناخت. گرگ مایرز به 2 حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد.